با سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز. خودروی MG 360 رو داریم از شهر ساوه تشریف آوردن جهت نصب آپشن های خودرو. دونه بدون خدمتتون توضیح میدم، همراه ما باشید. آپشن اولی که خدمتتون عرض میکنم رادار نقطه کور هستش، برند اسکایپین براشون نصب شده. سنسورها ماکروویو هستن، زیر سپر این قسمت نصب شده بدون سوراخ‌کاری و برش‌کاری. وسایل نقلیه‌ای که در حال حرکت هستن و به سمت خودرو نزدیک میشن این قسمت چراغش روشن میشه. این قسمت آینه فابریک رو براشون لیزر کردیم، بدون لیزر انجام شده که گرمکن‌های آینه هم از بین نرفته. آپشن بعدی که عرض کنم خدمتتون کیلس هستش. کیلس باز هم از برند اسکایپین مونده ها. این کیلس تماما سوکت به سوکت نصب شده، حتی یک دونه سیم هم تو نصب این کیلس زخمی نشده. براشون یه سنسور تاچ هم تعبیه شده، با لمس کردن این قسمت درهای خود رو قفل میشه. آپشن بعدی که همزمان توضیح بدم پاور ویندوز و سانروف هستش. هنگامی که درها قفل بشه پنجره های باز و سانروف اگه باز بشه براتون بسته میشه. جهت باز کردن درب خودرو همیشه از ریموت ها استفاده کرد و همیشه مجدد این قسمت رو تاچ کرد و درها باز بشه. آپشن بعدی که عرض کنم خدمتتون روی صندلی خودرو هستش. دو تا آپشن این قسمت براشون نصب شده، ماساژور و گرمکن صندلی. روکش های فابریک به صورت کامل باز شده. زیر روکش فابریک این قسمت کمر دو تا بلوکه ماساژور نصب شده که هر بلوکه دو تا موتور برای ماساژ دادن داره و روی بلوکه ها و باز هم دوباره زیر روکش فابریک پدهای گرمکن نصب شده، هم قسمت کفی و هم قسمت پشت. برای روشن خاموش کردن گرمکن این قسمت براشون یک کلید تعبیه شده و برای کنترل کردن ماساژورها دو تا ریموت داریم که با این ریموت ها هم صندلی سمت راننده و هم صندلی سمت شاگرد کاملا قابلیت کنترل دارن، روشن و خاموش و تنظیم کردن درجه ماساژ. قبل از اینکه داخل کابین بریم مجدد بیرون رو مشاهده کنید. این قسمت براشون زهای اسی به صورت کاملا دقیق و اندازه نصب شده. داخل خودرو هم خواسته باشم آپشنایی که براشون نصب شده خدمتتون عرض کنم که کیلس بودش که قبلش هم عرض کردم خدمتتون. آپشن بعدی فرمون چرم به همراه پدال شیفتر و کروز کنترل هستش. کروز کنترل لوگوش دقیقاً مشابه بقیه لوگوهای روی کیلومتر روشن و خاموش میشه. الان که می‌بینید چشمک زن هستش، اگه فعال بشه سبز فعال. این قسمت ها هم که پدال شیفتر جهت کم و زیاد کردن دنده هاست. هنگامی که دنده رو به حالت اسپورت میزنیم با زدن مثبت دنده همونه که ملاحظه میکنید زیاد میشه و با زدن منفی دنده رو براتون کم میکنه که تو حرکت کاملا کاربردی هستش. نشانگر لیور دنده براشون نصب شده. این قسمت دنده تو هر موقعیتی که باشه همون قسمت رو براتون روشن میکنه، همونه که ملاحظه میکنید. PRND. آپشن بعدی که روش نصب شده اتولایت هستش که این قسمت سنسورش قرار گرفته. قبلا درپوش خالی بوده، الان سنسوردار شده. هنگامی که خودرو تو محیط‌های تاریک قرار بگیره چراغ‌ها رو براتون روشن میکنه و مجدد هنگامی که تو محیط روشن قرار بگیره چراغ‌ها رو خاموش. آپشن‌های دیگه‌ای هم میشه روی این خودرو نصب کرد که فعلا روی این نصب نشده. مانیتورش میشه به نسخه اندروید تقویت کردش. میتونید قابلیت نصب تمامی برنامه‌های اندروید رو داره. دوربین 360 میشه براش نصب کرد و همینطور دوربین ثبت بقای. این قسمت این آپشن ها هم کاملا به صورت فابریک میشه. این آپشنی هم که براشون نصب شده تقویت نور چراغ‌ها هستش. هدلایت نصب شده جهت نور پایین، نور بالا و همینطور چراغ‌های عالیه‌شون هم براشون سفید شده که یک نور فوق‌العاده عالی هستش. این نصب هم تماما به صورت فابریک هستش، هم در پوشه چراغ بسته شده، هم در پوشه نور پایین و هم در پوشه نور بالا.